قسمتی از جاده گرمسار به سمت ایوانکی. این جاده همونطور که میبینید پیچ و خم زیادی داره و زمانی که یه نمبارون بزنه خیلی لغزنده میشه و ماشینا به راحتی سر میخورن. برای همین سر این پیچا خیلی باید حواستون جمع باشه. اینجا خیلی از ماشینا به خاطر اینکه فکر نمی‌کردن جاده لغزنده است، فکر نمی‌کردن اتفاقی بیفته، براشون سانحه پیش اومده و دچار واژگونی شدن. حالا این طرف جاده زیاد معلوم نیست. طرف دیگه‌ای که از سمت ایوانکی میایم به سمت گرمسار جاده ها رو با شیارهایی کندن که ماشین سر این پیچه ها ببینید لیز نخوره، چون این شیارها باعث میشه که چرخ بیفته داخلش و از لیز خوردن ممانعت کنه. و همچنین دوستان عزیز، این منطقه‌ای که میبینید اینجا بسیاری از معدن‌های بخش گرمسار و ایوانکی تو این منطقه واقع شدن. معدن‌های نمک که 90% اینجا هستن و جدیداً یک کار خوبی که یکی از مردمان گرمسار اومده اینجا انجام داده این بوده که اومده این وسط رو یه تالاری ساخته، هم تالار هم رستوران پذیراییه، در کنارش پمپ بنزین و پمپ گازوئیل هم هست. تو این برهوتی که داریم میریم یه همچین جاهایی به نظر من خوبه، واجبه که باشه. با هم میبینیمش. پمپ بنزین و پمپ گازوئیلش هنوز افتتاح نشده، ولی به زودی افتتاح میشه. تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.